مهرولو اسماتوف ساکن دیهه چهارمغزکان جماعت چهارباغ نویه ورزاب توسط اداره پایگاه خبری بامداد از مردم دست بخیر کمک میپرسد. مهرولو اسماتوف گفت هم او و هم همسرش معیوب نابینا میباشند و به سبب نداشتن منزل خود با همسر و فرزند یگانش در خانه های مردم اجاره می نشینند. مهرولو اسماتوف میگوید میخواد خانه خود را داشته باشد ولی برای خریدن یا ساختن خانه از نگاه مالیوی زورش نمیرسد و از این رو از مردم دست بخیر کمک میپرسد. آنهایی که میخواهند به این عائله معیوبان کمک کنند میتوانند برای معلومات بیشتر با این رقم ها به خودشان زنگ بزنند: 992 977 61 85 85 992 987 0063 16. کمک خود را می توانید به کارت دوشنبه سیتی که با رقم اخیر تلفن اسماتوف پیوست است گذرانید. کارت دوشنبه سیتی 987 0063 16.